حاجی جانم. دختر شما به نام بنده است یا نه؟ بله. عقد معذری بنده است یا نه؟ سندش به نام مخا یا نه؟ خب خدا انبات بیامرزه مثل من که طرف ماشین بسونه سندش بزنه نامش ولی صاحب ماشین قبلی اجازه نه سواره. دخترمون به نام شما حسک درست، عقد شما حسک درست، ولی شما عروسی نکردین. مثل یه مونی که طرف ماشین است یک پولش اشتباه که ولی هنوز به حساب ننشستن. اصلا دخترمون مال شما ولی شما پولش بین بردارین برین. اون که پارکینگ اضافه نانه بخوام ماشین داخلش نگه دارن. شما پول بین بردار ببین اصلا اوراق کن بفروشی. حاجی مویسه سی استفاده شخصی اوراق کنم بفروشم چنه؟ آقا من این ماشین به ناممون نیست. حداقل سویچ به یه استارتی بزنم باتری نخواسته. او ما سویچ بیام همه راه نبره در باز بکنی استارت بزنی نه امو باتری خراب بود ماشین 3 کیلومتره نیتنو. حاجی حداقل بلی 10 دقیقه باتری کنی اصلا بابا همین پارکینگ خودتو